آقا سلام، خیلی خوشحالم که دارم میبینمتون و باعث تأسفمه. سرم پایینه بنده. 1 هفته و خورده یا بازی که 2 هفته نمیدونم نبودم و تازه اومدم دوباره. خیلی معذرت میخوام ازتون، ولی اومدم با یک ویدیوی بمب و میزون و ردیف و درجه 1. بچه آوردمتون به یک جای جدید، یک محول جدید زیبا تا حالا کسی نرفته. تا حالا رفتی تو آپارات دیگه، گشتی تو آپارات، این ور رفتی اون ور رفتی، ولی یه جایشو نرفتی. آپارات اون طعمه های چیزایی هست، اومدیم بریم اونا رو ببینیم. دیس دادن به هم دیگه، نمیدونم کتک کاری کردن، اصلا یه وضع وخیم خرابیه. خب حالا اومدیم که بریم به اونا ریاکت بکنیم و کلی بخندیم با هم دیگه. پس سابسکرایب و بکوب که بریم، بزن بریم. دیس شدم پشما. اومدیم که ویدیو اومدیم که یه دونه ویدیو نوشته، فقط دو تایتل زده دیس شدم و امیدوارم که یه چیز خوب داشته باشه. ببین داستان چقدر خوش اومدید آقا به یه ویدیو سمی. خیلی ممنونم داداش حالت خوبه؟ بنده ربی به ما دیست دوره. داداش کی به تو دیستو؟ داداش بچه شمالی دادو با رفیق انقدرش ما دیست داد. اینقدر بچه، این رفیقش دیسه ها، نه حرفا دیس. ببین ابولیتیون گیمر، ببین تو استعدادش داری. درسته من ادیت بلد نیستم ولی تو بلدی. بابا آفرین. بابا تو کی بودی؟ ناموسن کی بودی؟ به علت کپی رایت این صحنه و با حرکات خشونت آمیز این صحنه سانسور میشه. آقا من 2 تا سوال واسم خیلی پیش اومده که یکیش اینکه آپارات من کپی رایت داره؟ آپارات کپی رایت داره؟ ببین من میرم دیگه، من نمیام تو این ویدیو. آپارات کپی رایت داره. آقا آپارات کپی رایت داره، اون به هیچ. چرا این صداش با تصویرش مچ نیست؟ اگه میخواین بزنید جلوتر رو نگاه کنید تا این صحنه رو. داداش من به خاطر دیس اومدم اینجا، الان دیس نداره؟ داداش صدا نداره ویدیو، رو چی بوق میذاری؟ اکبر، من میخوام خودکشی کنم. صدا نداره ویدیو، بنده خدا. اون چی میگه؟ شروع شد. اون چی میگه؟ آقا یه موزیک ویدیو بگیریم دیس به آقای ابولیتیون گیمر. بابا ایول از این به بعد تتلو میاد میزنه. نه بذار اینجوری نمیشه، بذار برم بزنم دیس به آقای فلانی. الان مشخص بکنید که من فردا پس فردا تاشه درست نکنید واسه پشت سر من ها. بگید به فلانی دیس دادی، به فلانی دیس به آقای ابولیتیون. اسم چی بود؟ ابولیتیون گیمر. آقا هرچی اومدیم دیس آقای ابولیتیون داشت دیسپک های ابولیتیون گیمر به همراه مهدیم پلیر. استاد اومده بود بهم دیس داده بود، مجبور شدم نه به خاطر دیسش نرفتم از آپارات. بابا من مگه بهت گفتم رفتی؟ عجب آدمیه. داداش به اعصاب خود مسلس باش. تو مگه نرفته بودی؟ داداش رفتی یا نرفتی دیگه؟ ما رو اینجا معطل نکن. رفتی یا نرفتی؟ خیلی جالبه دیگه، یکی دیس میده اون یکی کلا جمع میکنه میره. دمت گرم، مرسی از SMS زیبا. و چی میگی تو؟ الکی حرف نزد تو. بریم بگیریم ماسکو حتما بده. من ماسک بیارم. ماسک ندارم. لطفا شیافاتون رو قبل از اینکه بیایم بده حتما شیافاتون رو زده باشید، چون قراره خیلی سمی بشین. ماسک زد گفت شیافاتون. اومدم شیاف کنم. اومدم با ماسک واسهتون شیاف کنم. چه ضربه ای زد اونجا شما؟ ضربه میزنه داداش. اینا که ضربه داره میزنه. بابا چه ضربه میزنه داداش تو کارت خیلی درسته. بچه سرید از این بعد با ماسک بیام واسهتون ویدیو رکورد بکنم یا نه؟ من اومدم با ماسک واسهتون شیاف بکنم. اصلا لگل زدی دم دیگه، این هدف دوست داشتم. سیسی گنگ نگه داشت اصلا. داداش چی شد؟ نت من رفت یا نت تو رفت؟ چرا ویدیو پاس شده؟
آقا من میگم نگاه کن، به جایی که بری آپارات نگاه بکنی بیا اینجا منو ساب کن. ساب نداری، دارم واسه شیاف میکنم. چی فکر کردی تو آخه؟ یه لحظه چرا حسودی میکنی؟ تو میوزیک ویدیو هم بلد نیستی بگیری. یعنی میوزیک ویدیو بچه من تصمیم گرفتم که دیگه اون شیاف نکنم با ماسک، چون که اینا سطحشون خیلی بالاست به نظر. اینا واقعا سطحشون بالاست. من کسخل مسخلم اینا رو نمیفهمم ولی میدونم ویدیوها چی. از هر طرف داری بیماری هاری. یه لحظه اگه من بیماری هاری الان داشتم الان معلومه. یه دقیقه صبر کنم. اینجوری نمیشه. صبر کنید. علائم بیماری هاری. علائم نهایی های هاری عبارتند از اضطراب، رفتار خشونت‌آمیز، تهوع، استرس، ترس از آب، استرس از آب به دلیل بیرون اومدن کف از دهان بیمار. نه داداش من الان که دارم احساس میکنم تو یه چوسه بیماری هاری جلوترش چی میشه دیگه الان؟ ذره میبینی چیه تو؟ حال نکردم حقیقت. دیس شدم. نوب رستور. یه دیس دیگه بچه ها، یه دیس خفنه دیگه آوردم واسه. دیس شدم. واسه برم اینا خودت نوبی؟ سلام بچه از این به بعد هر کی به من گفت نوب میرم بازی چیه این بازی کشره نصب میکنم بهت نشون میدم من نوب نیستم. داداش فهمیدی یا نه؟ خودت نوبی. نوب چطوری؟ داداش من نفهمیدم. الان بچه ها نگاه کن، الان این داره به این دیس میده یا اون داره به این دیس میده؟ واقعا از خودم مایه تأسف میدونم که میام این ویدیوهای چرت و پرت رو نگاه میکنم. سالا رو دیس کردم بچه ها. سالا رو دیس شد یا ابوالفضل رنجر پلیر. هی تو سالار، تو که منو میای تو ویدیو دیس میکنی قبر خودتو بکن. یه من اسکل میبینم کنار دیوار. اون اسکل میبینم نار دیوار. خودتو بکن. یه اسکل میبینم کنار دیوار. اینو میبینید بچه ها؟ اون داره میکشه واسه یه سیگار. اسم زایشم هستش سالا. هر کاری میکنه واسه یه دینار. اون تو خونه نشسته بیکار. هر کاری میکنه واسه یه دینار. پس اون نشسته تو خونه بیکار. نمیدونم شاید ببین آپاراترها یه کمی عقلشون معیوبه. ولی نه تو این نمیکنم ولی خب کسخلن. آقا واقعا قصدتون چیه اومدین اینجا به هم دیگه دیس دادید کس شعر دارید به هم دیگه میگید؟ واقعا قصدتون چیه؟ من قصدتون رو میخوام بدونم. به خاطر همین شبیه گوسفنده و هست بیمار. ایده دوزی میکنه مثل سگهای وحشی ها. اون هست بیچار چون عقلی نداره و هست بیمار. تو فالوورت هم واسه بیار واسه این که نداره هیچ. داداش میگم فقط یه بک‌گراند بهتری پیدا نکردم تو باغ مامان بزرگت داری ویدیو رکورد می‌کنی. ویدیو نه موزیک ویدیو. مهدی جهان عزیز دورت بگردم داداش. واقعا چه حوصله‌ای داری با اینا سر کلیم. آقا من اومدم توی آپارات سرچ کردم ایستگاه‌گیری آپاراتورها و چند تا ویدیو واسه من آورده که اومدیم الان اون دیسا رو که دیدید الان اومدیم اینا رو ببینیم یکم انرژی بگیریم دیگه. قرار زنگ بزن ایستگاه بکنن بخندیم مشتی. قرار اینا رو بشوره ببره و سلام. الان ببینیم پارسا ایکس چیکار کرد. سامنل روجوشی فهمیدید گوگولیه. ببین تو الان خب یکم زوده برات بیای توی فعالیت بکنی چون جیزه به قولی. همون برو درس و مشقتو بخون. حالا وقت هست میای نترس. اومده که بری ایستگاه‌گیری بکنیم. ببین زنگ بزن خار مادرشو به اعضاش بش یه جوری ایستگاهش بکن یعنی دل و رودمون بیاد تو دهنمون استفراغ بکنیم و همونو برینیم. اگه خوب ایستگاه بکنی لایکت میکنم. خدایی لایکت میکنم. این شوخی ندارم باد. پشمام شمارهشو گذاشته.
فکرای پلیدنگ بزنم یا زنگ نزنم. حالا بذار ببینیم چی میشه. زنگ میزنم. زنگ میزنیم و واکنشش چیه؟ بچه واقعا اینا کسخلن ها. شمارهشو گذاشت. الان یکی مثل من بیکار و الاف میاد چیکار میکنه؟ میاد میگیره زنگ میزنه بهشون. حالا بیا میترسم زنگ بزنم، بچه سالن یا مامان باباشون گوشیشونو برداره بگاه برم. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. بچه اسکم شدیم. خیلی خیلی معذرت میخوام ازت. آقا من میخوام زنگ بزنم. بریم ویدیوی بعدی. ایستگاهگیری ما زنگ بزنه مادر. سلام بچه ها، چطورید و امیدوارم سلام کوکولی هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز و داخل این ویدیو زنگ میزنم به مادر بزرگم و ایستگاه شوهرها. خاموش نباشه چون گوشیش همیشه خاموش. خب زنگ زد بچه ها. زنگ زد. زنگ زد. خیلی وامیه بزرگ تو ایستگاه کنید. چیه دیگه؟ سلام مادر جون. بچه ها من به مادر بزرگم مادر جون شما چی میگین؟ توی کامنت ها بنویسید. اصلا صدا رو عشق میکنین، صدا پس زمینه رو عشق میکنین. ببین من میگم اینا هست. خب اینا مستر بیست رو کرده بودن تو جیبشون، بعد از تو جیب کوچیک رد دادن رفت بالا. نمیفهم یه آپارات بابا خیلی بالاست. شو فکر عشقم چطوری؟ خوبی؟ بهش میگه عشقم. البته بچه هست خب حق داره. خوبی؟ چه خبر؟ ایسکاکو ببینم چیکار میخوای بکنی یا ببینم چیکارش میکنی. مادر جون یه خبر خوب. از آپارات 190 میلیون درآوردم. ایسکا؟ این الان ایسکا بود؟ نه این الان ایسکا. الان منم میخوام رفیقم ایسکا کنم دیگه، ببینم واکنشش چیه به این قضیه. حالا چطور خوبی دادم میگم از یوتیوب 190 میلیون پول درآوردم. درآوردم. ایسکا شدی الان؟ تو الان نباید ایسکا بشی. الان من بهت میگم 190 میلیون درآوردم. بگو بابا برو بچا. این الان واقعا ایسکا شد. من نمیفهم. من شاید توی دنیای دیگه دارم زندگی میکنم. فعلا از هیچ چیزی جریان ندارم. دروغ میگی. تو یک دروغگویی. حالا میخوام ببینم مادر بزرگش چی میگه. چی کارش کنم به نظرت؟ هیچ لولش کن بکنش تو. نمیدونم. بیا بیرون. حسن آپاراتگردی یک فلداه المقین المستعینیه که باید تو خونه وجودت باشه. خب من دارم کسشر میگم که فقط تو چیکار بکنی؟ سابسکرایب کنید داداش. و اگه دوست داری دوباره براتون پارت های آپاراتگردی بگیرم حتما داخل کامنت ها بهم بگید که برم این ویدیوها رو ببینم. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی فعلا شو خوش.